رئیس حکومت تشکیل کرده طالبان و سابق رهبر دفتر سیاسی این گروه تندرو در قطر ملا عبدالغنی برادر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره تاجیکستان را به دخالت در امور طالبان ایبدار کرد و از عواقب آن هشدار داد. تاجیکستان به کارهای ما دخالت میکند ولی هر عمل عکس العملی دارد گفته است ملا برادر. ملا برادر جزئیات دیگر نداده است ولی اخیراً طالبان اعلان کرد که دهها هزار عسکر و افسر نیروهای ویژه لشکر منصوره امارت اسلامی در ولایت با تاجیکستان هم مرز تخار جابجا کرده شدند. پرزیدنت تاجیکستان از اول نسبت به طالبان موقع شدید گرفت و گفت دوشنبه حکومتی را که در آن به نمایندگان اقلیت‌های قومی افغانستان بخصوص به تاجیکان آن کشور جایگاه شایسته داده نشود اعتراف نخواهد کرد. او گفت تاجیکان 46% اهالی افغانستان را تشکیل می‌دهند و باید در حکومت جایگاه سزاوار داشته باشند. امامعلی رحمان همچنین به صورت آشکارا از جبهه مقاومت ملی افغانستان که تحت راهبری احمد مسعود به ضد طالبان می‌جنگند طرفداری می‌کند و پاکستان حامی اساسی طالبان را به برگزاری مذاکرات بین طالبان و تاجیکای افغانستان در شهر دوشنبه متقاعد کرد. امامعلی رحمان روز 24 سپتامبر سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را نیز از بررسی وضع افغانستان شروع کرد و بخش اعظم سخنرانیش را به همین موضوع بخشید. او گفت تاجیکستان به کارهای داخلی افغانستان دخالت نمی کند ولی گروه های گوناگون تروریستی با استفاده از وضع نااستوار نظامی و سیاسی در افغانستان موقع خود را فعالانه مستحکم کرده ایستادند. حالا ما شاهدی از محبس‌ها آزاد شدن هزاران اعضای داعش، القاعده و دیگر گروه های تروریستی می باشیم. یعنی جای نگرانی و تأسف است که امروز افغانستان در راه بسیار خطرزای دیگر باره به لانه تروریسم بین المللی تبدیل یافتن قرار دارد.